درود به دوستان عزیز، به مخلصان برنامه‌های ورزش تلویزیونی ورزش، خصوصا نفرانی که توجه به گوشین ملی دارند. ابتدا شاه جایزه را ما از تنتنه مسابقات باشکوهی ناحیه دنغره منظور شما کردیم و البته این هم بی سبب نیست، چون که 340 نفر پهلوان شهر و ناحیه های مملکت برای دریافت این شاه جایزه طول یک روز در ورزشگاه مرکزی ناحیه دنغره با هم رقابت کردند. به مرحله اول توجه میکنیم که اینجا هم نورسان ابتدا زورآزمایی را شروع کردند. از منطقه کلاب، از ناحیه وسع، حمدانی، ناحیه دنغره، تیمور ملک، بلجوان، شمس‌الدین شاهین و مومن آباد پهلوانان نورس به میدان آمدند. و مدینه رستم این چهره الکی به بینندگان و به مخلصان گوشتین ملی آشناست. مدینه رستم در دیدار اول پهلوان نورس ناحیه دنغره را با یک اصولی به خود خاص شکست داد و مدینه واقعا هم در میان پسران الکی یک محبوبیت و خیلی هم هنرش شایسته تحسین و آفرین هاست. بعدا بانوهای دیگر هم 3 نفر بانویی که در میدان ناحیه دنغره بودند به میدان آمدند و چون به اهلیه اگر ما توجه کنیم قبلا هم این بانو در تنتنه های نوروز هنرنمایی میکرد و بعدا تا به مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. و چون این گل دختران در مسابقه عنعنوی گوشتین سنتی ناحیه دنغره بسیار بودند و هنر مدینه مورد توجه بود برایشی. واقعا هم مدینه ببینید که چی گونه یک ترتیبی درست یک پرتافتای خیلی جالب و خیلی دیدنی رو منظور مخلصان کرد و مدینه رستم در رقابت دوم هم به آسانی غلبه به دست آورده توانست. در گلیم دیگر نورسانی که گفتیم از البته ناحیه دنغره، حمدانی، بلجوان و تیمور ملک خوب هنرنمایی کردند و باز هم یک گروه مکمل پهلوانان نورس ناحیه وسع هم. ما به هنر مدینه توجه میکنیم که واقعا مدینه هم استعدادش درخشید. باز هم یک حرکت خیلی جالب رو الان منظور ما کرد که واقعا هم مخلصان به افتخارش کف‌کوبی کردند و واقعا هم یک تنتنه باشکوه ایدی گوشتین ملی رو هم هنرنمایی مدینه رنگ دیگر بخشید. یک فضای جالب، یک فضای خیلی هم ایدانه در ورزشگاه مرکزی ناحیه دنغره طنین انداز بود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره و صاحبکارانی که این چهاربینی رو برگزار کردند البته با انعام و مکافات های شایان و شایسته غالبان قدردانی شدند. و باز 2 نفر پهلوان رو ما اینجا میرزا جمیل این عزیزش هم میگویند در تنتنه های گوشتین سنتی پهلوان ناحیه وخش از کنار روسی میدان است و حریف او سفربگ مرادوف از ناحیه دنغره. سفربگ اکمل مرادوف ها الکی این سلاله پهلوانی در این اویله هم سال تا سال رشد میکند و باز هم سفربگ قبلا هنرنمایی میدان های گوشتین ملی را هم باز اوج تازه میبخشید و در چمپیونات آسیا میان نورسان قبلا هم در سامبو هنرنمایی کرد. در جودو هم سپس آوان 16 سالگیش هنرش را صیقل داد و الان هم اکمل برادری سفربگ به هیئت منتخب جودوی کشور شامل است. سفربگ الان کوشش میکند که در مقاومت میرزا جمیل بسیار هم یک استعداد خوبی خود را نشان دهد. الکی این چهره هم چون ما مشاهده میکنیم که در همان میدان های با نفوذ گوشتین ملی سالهای قبلی هم یک مهارت خوب داشت. این 2 چهره، این 2 نفری که خیلی هم استعداد خوب داشتند، سفربگ مرادوف هم در گلیم دوم 2 غلبه به دست آورد و عزیز هم در گلیم یکم صاحب 2 غلبه شد و غالب با غالب طبق عنعنه گوشتین سنتی به میدان آمدند و باز هم مکافات های ارزنده از جانب کمیته تدارکات برای هنرنمایی پهلوانان تأسیس داده شده بود. اما وقت که خیلی طول کشید باز هم ما غالب رو هم معین کردن نتوانستیم
و واقعا هم باز با مراسا با ریزوگی یکدیگر چون مشاهده کردیم که این دو پهلوان البته ضرور شماریدن که از یکدیگر جدا شوند و بعدا با نفر دیگر قوه سنجند. و در مورد کمک البته باز هم کمیته تدارکات توجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره به پهلوانان باز یک روحیه دیگر بخشید. حکیم این پهلوان ناحیه رودکی بود که با فرهاد رحمت الله بیکوف چمپیون آسیا اوید به جودو هنرنمایی کرد و رحمت الله بیکوف در این دور غلبه را به آسانی به دست آورده توانست. و چون گفتیم که اکمل سفربک بعد آنه که با عزیز نیروسنجی را مساوی انجام داد، هر دو این پهلوان هم با نفران دیگر طبق عنعنه بابایی و گشتین سنتی با نفران دیگر نیروسنجیدن، سفربک به گلیم دیگر گذشت. رقابت سیوم را باز با پهلوان دیگر شهر باختر آغاز کرد و بعدا باز هم میرزا جمیل یا با نامی که در این عنعنه ها در این ایدهای با شکوه گشتین سنتی او را عزیز نام میبرند. و انا همین جفت همین رقابتی که با عالم افروز عین زمان میرزا جمیل یا چون گفتیم هر دو هم خیلی تلاش کردن، مبارزه بردن. اینجا هم باز عزیز نتوانست که شهدی پیروزی چشد و عالم افروز هم کامیاب شدن نتوانست در مقابل عزیز پهلوانی خیلی با تجربه. بعدا باز هم توجه میکنیم به استعداد سعیدشاه. این پهلوان از ناحیه واسه است. این هم پهلوان مردمی است که در منطقه کلوب خیلی هنرش هم اوج گرفته است و بسیار هم یک فرتافت جالب انجام داد و پهلوان خلعت سفید داشته را که از ناحیه دنغره بود به آسانی مغلوب کرده توانست. البته استادان صاحب تجربه، مربیان گشتین ملی در این تنتنه باز هم توصیهشان ثمره دلخواه برای پهلوانان آینده به بار آورد. این پرتافت سعیدشاه را هم ما یک بار دیگر تکرارا منظور شما کردیم. جمشید قربانوف پهلوانی که خلعت کبود دارد، این ورزشگر از ناحیه همدانی است و ورزشگران جوانی شهر باختر هم در مقابل پهلوانان ناحیه بلجوان، تیمور ملک و همدانی خوب ایستادگری کردند. و چون گفتیم طبق همون آیین سنتی گشتین ملی گشتینگیری که ورزشگران اینجا هم بسیار با همون یک صمیمیت هم احترام یکدیگر را به جا آوردن و هم تا به نقطه آخرین تلاش کردند که طبع مخلصان خاطر هواداران گشتین ملی را شاد نمایند. و جمشید حالا کوشش میکند حرکت‌هایش اندکی بهتر است، اما این پرتاف ها نه در این تنتنه ها خوب استقبال گرفته می شوند. اینجا تنها به تخت پشت اگر ورزشگر حریف را به دو شانه به زمین افشاند. البته اینجا بدن و باز حرکت های دیگری که در گشتین ملی گشتینگیری در مسابقات رسمی الکی به این نوبت گرفته می شود، در تنتنه های جشن های سنتی و طبق آیین اجدادی آنها هم البته مد نظر می شوند. جهانگیر مجیدوف رو می بینیم، این ورزشگری که خلعت سفید دارد، امروز هم بیشتر تلاش می کند. و اگر باز هم به یک نقطه دیگر توجه کنیم، اینجا هم یک کاری ستاد داوران برابری شمس الله عبدالصمد شمس‌الله خیلی خوب براه مانده شده بود و همچنین باز هم اعضای کمیته تدارکات مسئولی باز هم این چاره‌بینی که الهام جان سلیموف در دایر کردن همین چاره‌بینی بیشتر و نظام و ترتیب هم امروز هم خیلی یک چاره‌جویی سری وقتی کردم و ما طبق عنعنه باز آن چهره رو حالا منظور شما میکنیم که این فریاد شیخوف نام دارد و با شریف نظریف پهلوان شهر کلوب قوه آزمایی خواهند کرد. و داور هم چون گفتیم که در ردیف آمادگی پهلوانان باز به نظام و ترتیب به کار درستی امروزه خود داوران هم توجه کردند
سرداوری مسابقه خود. و اینجا حرکت های جهانگیر مجیدوف هم اندک بهتر شدن، اما موافقی مطلب تا همون نقطه نهایی جهانگیر مجیدوف آن زیبایی گوشتین رو بر راستی نشان دادن نتوانست. عبادالله شیخ این پدری فریاد شیخ است، این ورزشگری که حالا باز ما میبینیم که اکنون بعد این یک اشاره ما جهانگیر مجیدوف هم جرأت کرد و حریف خود رو هم به آسانی این چهره اونقدر ناشناسی که با جهانگیر مجیدوف این پهلوان خیلی شهرتیار مملکت نیرو سنجید، جهانگیر در نهایت هم توانست که دست بالا گردد. اگر به همون هوس محبت علاقمندان گوشتین توجه کنیم واقعا هم شایسته تحسین بود. حالا معرفی این دو چهره رو باز هم امکان داریم. خلعت سفید داشته از ولایت مختار کوهستان بدخشان فریاد شیخ است و باز هم برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا در میان جوانان شریف نظریف پهلوان خلعت کبود داشته از شهر کولاب. با علاقمندان و هواداران گوشتین ملی واقعا هم پسند آمد وقتی که همون چهره های سرشناس نیروسنجی رو تا با آخری ادامه دادن. یکی موفق شد، دیگری باز هم از رقابت دست کشید و با همون توصیه‌ای که چون رایج است در گوشتین سنتی باز دستوری هر دو هم مد اول بود که این رو هم الهام جان سلیموف با یک نظام درست در آورد و در رفتی همون سپاریدن انعام ها و باز هم با نفر دیگر رقابت کردن همین تدبیر رو براستی هم سرداور و هم الهام جان سلیموف رو همدوزی کردن که این چوربینی خیلی شهامتش هم دیگر شد. شریف جان نظریف الان مبارزه بردم و فریاد شیخ اینجا پرتافتی رو انجام داد که برای موفقیت آنقدر سازگار نبود. از این نقطه نظر باز هم آنها امکان دارند که مبارزه رو باز هم در گلیم دوم ادامه دهند. حالا شریف نظریف امکان دارد، حالا شریف دست رو اکنون دستی راست رو بهترش می داشت و بعدا حرکت میکرد خوب بود، اما از بس که فریاد با این استفاده این اصول خیلی آشنایی دارد از این خاطر دستش رو کنار گذاشت و نگذاشت که شریف با آسانی دستی راستی او رو دارد. در گلم دیگر هم باز اینجا غزلشوی دولت شو باز هم این پهلوان ناحیه یوان چون به میدان برآمد و با سعید جمال علی مردانوف یکی از پهلوانان محبوبی کشور نیروسنجی کردند و برای راحت به مرحله های البته اساسی اینجا ورزشگران باید که در یک یا دو رقابت اساسی با حریفان سزاوار خود مبارزه برند. از جمله سعید جمال علی مردانوف که یکی از مدعیان مکافات عالی شاه جایزه در گوشتین ناحیه دنغره به حساب می رفت. با گلم دیگر توجه کنیم اینجا هم ددخان قربان علیف و عادل جان سفرف از ناحیه خوالین و ددخان از شهر ترسونزاده نیروسنجی را هم آغاز کردند. تنها یک علت یک مشکلی که ما رو فراگیر بود بر راستی انا همون 4 جفتی به میدان آماده که نیرو سنجیدن و باز هم متاسفانه رقابت اکثر آنها هم مساوی بدون پرتافت های جالب خاتمه یافت. از این نقطه نظر ما از بیننده ذکی معذرت میخواهیم که مبادا در صورت پیدا شدن همان سوالی که چرا یک سمت و بعدا باز هم برگشت به دیگر سمت بود. به همین نقطه نظر به همین خاطر که در جریان نیروسنجی طولانی انا همین جفت‌های خیلی شناخته پرتافت‌ها موجود نبودند. حالا که ما تنها توجه باید به همان پرتافت‌های دوشانه به زمین یعنی به تخت پشت باید که اعتبار دهیم و همان نقطه نهایی حرکت پهلوانان رو به بینندگان منظور کنیم. و سعید جمال دو غزلشوی دولتشو الان هم دوری می جویند در همان رعایت کردن فاصله که خیلی برای هر دو هم مهم است مفید است. بدون نگهداری فاصله و بدون حرکت های حتی با سرعت این دو پهلوان موفق نخواهند شد. این رو باید خوب دانند و در همین زمینه
توجه کنند برای باز هم دیگرگون کردن همون موازینت و باز هم حرکت هایی که ثمرآور باشد. سعید جمال این رو خوب میتوند، اما وزن غزلشوی دولتشو اندک گرانتر است از اون مسابقاتی که ما قبلا میدونستیم و وزن عادل و باز هم ددخان خیلی به یکدیگر نزدیکی دارند. تقریبا عادل که در وزن جمعی 100 کیلو نیرو میسنجد و ددخان قربانعلیف هم در حالت آمادگی بودن از سالهای قبلی هم در همین وزن نیرو میسنجید. حالا یک حمله رو هم خوب آغاز کرد، اما طبعی دل بود و عادل از اون پیخست شد و چون افتید به زمین و در گشتین ملی تاجیکی این رایج نیست که رقابت باز هم بالای گلیم جریان گیرد. و چون گفتیم سعید جمال علی مردانوف با غزلشوی دولتشو نیروسنجیشون هم مساوی انجام یافت. ددخان قربانعلیف هم با پهلوان خوالینگ عادل سفروف هم هنرنماییشون نتیجه بخش نبود. حالا توجه و واقعا هم در این جریان در دقیقه اول خورشید مجیدوف چون با فرزندی با شیخوف فریاد شیخوف اندر میدان شد و بسیار هم یک پرتافتی جالب و سری وقتی بود که در همین لحظه ها جالبترین لحظه جالبترین فرصت رو البته ما توانستیم که منظوری شما کنیم. واقعا ما میتوانیم که این لحظه رو با هم ببینیم. خورشید مجیدوف در آمادگی و در همان حرکت جالبش اصول سر کتفش را هم عین مدعا استفاده کرد و حبیب الله فیض‌الله حبیب الله با همان اشاره دست حلال بها گذاری کرد و دقیق همچنین بود. بعد این مبارزه اندک پرشورتر و باز هم جالبتر گردید. یعنی نفرانی که موفق بودند برای شرکت در مرحله نهایی جهت دریافت شاجایزه مکافات عالی حق مبارزه را پیدا کردند. اما اینجا باز هم مدعیان دیگر هم بودند به مانند سعید جلال سعیدوف و سهراب محمدیوف. این دو چهره هم حالا مبارزه میبرند که دور اول را خوب آغاز کنند و بعدا هم به مرحله های بعدی حق شرکت نمودن را پیدا سازند. و جفتایی که ما معرفیشان کردیم در وزنهای گران، چهره هایی که وزنشان 90 و جمعی 100 کیلو بودند، الکی قوه آزمایی آنها مساوی خاتمه یافت. ما یک لحظه سبقت این پهلوانان را فشرده انا همان مبارزه را از همان 20 دقیقه وقتی ادامه یافته منظور شما کردیم، چون که بسیار همینجا وقت طول کشید. گفتیم که در این باره که در گشتین سنتی الکی این محدودیت نیست، هم وقت و هم وزن. پهلوانان به مرحله بعدی راه می‌یابند. مثلا همین جهانگیر مجید و باز هم عزیز یا میرزا جمیل که چون گفتیم و میرزا جمیل 4 غلبه دارد و پهلوان ناحیه مومن‌آباد جهانگیر مجیدوف 1 کامیابی نصیبش گردید. حالا در گلیم دیگر هم اینجا باز هم تلاش و مبارزه ها بیشتر بشوند و درباره البته باز هم یک کاری خوبی کمیته تدارکات و مس سرداوری مسابقه باز هم یک حرکتی که باز هم میرزا جمیل انجام داد. اینجا جهانگیر مجیدوف اظهار تأسف میکند و چی حالتی که به عمل آمد. جهانگیر براسی البته انتظار نبود که این نیمه را میرزا جمیل اختیار میکند و با سرعت فشار می آورد و از همان افتیدن به یک کتفش خوب استفاده میکند و در همین مورد نصیب کامیابی میگردد. حالا امکان داریم که میرزا جمیل انا همین حالت را خواست که سر کیت نه خواست که گیرگان دارد، اما باز به همون ترتیبی که کمربند را بسیار هم فاصله را نزدیک کرد و حرکتی انجام داد که دورگردی جهانگیر مجیدوف دیگر او را از این ورطه رها کرده نتوانست. در گشتین ملی گشتینگیری البته باز هم انعنه هست
وقتی که پهلوان ناکام می‌گردد باز هم برادر او، دوستی او، همدسته او برای ستانیدن قصد با پهلوان موفق مبارزه میبرد. بعد این هم باز یک همین حالت عجیب و جالب را مخلصان هم شاهد بودند که خورشید مجیدوف بعد از شکست برادرش جهانگیر به میدان آمد و قطعی طلب کرد که با میرزا جمیل رقابت میکند. پهلوان ناحیه وخش خلعت کبود دارد و واقعا هم جالب ترین سبقت بود، بهترین رقابت در تاریخی. انا همین لحظه که داور باید همین نقطه را برراستی اشاره درست میکرد. اینجا اندک حالت نگرانی بود که مخلصان هم اعتراض کردن، هواداران عزیز در میدان زیاد بود، اما اینجا حرکت که از مرکز بود اطمینان کامل است از نظر کارشناسان و بررسی از نظر ما که در این رقابت علاقه پرتافت خورشید مجیدوف حلال بود. و بعد این حالت بیا متوجه میکنیم حرکت رو که چون کرد و بعدا هم به نیمه راست گذاشت و اما داور یک اشاره کرد اینجا پهلو که پهلو در گشتین سنتی اینجا به اینوبت گرفتن نمی شود. از این نقطه نظر باز هم خورشید مجیدوف مجبور شد که رقابت را ادامه دهد. بسیار هم زورآزمایی پرشدت شد، بسیار هم تلاش بود و عزیز هم یک پرتافت خیلی خوب انجام داد. بعد انا همین حرکتی که مقابلی خورشید سامان داد و با کتف افتید خورشید و مخلصان بسیار هم عزیز رو دستگیری کردند. بازم واقعا همان پهلوان مردمیه که در میدان دنقره کشف گردید انا همین عزیز بود. خورشید همین مراتبه خواست که باز هم قصد برادر خود را گیرد اما موفق نشد، چون پرتاف ها خیلی هم جالب بودند، جذاب بودند، اما دو شانه عزیز به زمین نمی رسید. واقعا همین روز برای عزیز روز تاریخی بود، چون که این قدر نشاط و شادی و 10,000 نفر مخلص هر یک حرکت و مهارت جالبی این پهلوان واقعا سرشناسی وزن میانه را خوب استقبال گرفتند و همه بسیار هم با کفکوبی های صمیمی در میدان عزیز میگفتند. خورشید خلعت سفید دارد و عزیز پهلوان وحشی با خلعت کبود است. اینجا حرکت نیست اکنون بعد حالت افتیدن که در ابتدا اندک عزیز هم اینجا از هیجان زیاد خود را داشتن نتوانست و چنین نمیکرد. یک ایما و اشاره که عزیز برای مخلصان اینجا منظور کرد، این فکر میکنم که کمال صداقتمندی پهلوانی نیست، حالا که خورشید این عمل را آغاز کرد ببینید و بعدا هم حرکتی که در این نقطه بود اینجا هم به استثنای حالتی که چون داور بیان کرد، اما عزیز بسیار مردم رو به شور آورد. اینجا بسیار هم مخلصیش کردند، اما انا همان صداقتمندی و اعتماد به حریف اینجا در گوشین ملی ما مد نظر است که باید این خصلت‌های نجیب انسانی در میدان باز هم خوبتر تجسم گردند و مردم با همین وسیله پهلوانی چون گفتیم که مردمی را اعتراف کنند. رقابت عزیز و خورشید مجیدوف خیلی طول کشید. اینجا بهتر است که البته نفران دیگر به میدان آیند. مخلصان هم اعتراض کردند که عزیز نیروسنجی را ادامه دهد و کمیته تدارکات عبدالصمد شمس‌الله سرداور مسابقات، الهام جان سلیموف هم هیئت مکمل داوران را چون سفربر کردند در ردیف نظام درست به خلاصه آمدند که اینجا نیروسنجی عزیز و خورشید مساوی انجام یابد، چون که از جهت وزن خورشید اندک گرانتر هم هست. با آن نقطه که به خود عزیز آسیب نرسد به عزیز هم تواند که در میدانهای بعدی و در همین میدان هم برای باز هم مکافات ارزنده مبارزه برای خلاصه داوران چنین جنبه شد. هر دو از یکدیگر جدا شدند و در میدان باقی ماندن برای ادامه مبارزه جهت اشتراک در مکافات در رقابت مکافات عالی شاه جایزه. فردوس نسیموف پهلوان شهر کلاب از نیمه راست میدان است و اسرائیل رحیموف این ورزشگر ناحیه خراسان قامتش اندک
баландтар. Фирдавс Насимов ҳам имсол воқеан дилҳои ҳазорҳо мухлисонро ба тасхир овард. Бисёр ҳам дар авҷи шукуфоии ҳунар аст. бисёр ҳам омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонияш хеле ва хеле табъи дил ва дар ҳақиқат ҳам имсол гӯштини хуб гирифт нисбат ба соли сипарӣ гардида ва дар радифи ҳамон таваҷҷӯҳи бештари мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғараке ки тӯҳфаҳои арзанда, мукофотҳои хеле қиматнок ҳам барои паҳлавонони шоён таъсис дода буданд. ин бори дигар варзишгаронро рӯҳбаланд кард, бори дигар фазоро ҷолибтару мутантан сохт, бори дигар мухлисонро ҳам ҷиҳати шаффофу одилона сурат гирифтани нирӯсанҷии паҳлавонон боз ҳам умедвориҳояшонро дучанд ва қавитар кард. Фирдавс Насимов алон бо Исроил Раҳимов аз ноҳияи Хӯросон нерӯ месанҷад. Саидҷалол бо Соҳроб Маҳмадиев қуввозбоияшон мусовӣ анҷом ёфт. мо дар ин бора гуфтем. Сафарбек ҳам 3 ғалаба ба даст овард ва ҳарифи чаҳорумаш ҳам аз мубориза муқобили Сафарбек Муродов даст кашид. ва азиз ягона муддаӣ барои шоҳҷоиза Хуршед, Саидҷамол Алимардонов, Саидҷалол Саедов алон дар майдон боқӣ монданд. Фарёд Шайхов чун гуфтем ки аллакай шикаст хурд паҳлавони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Бо ҳамин тартиб мухлисон пазмони он буданд ки шоҳҷоиза мукофоти олӣ насиби кӣ мегардад. ва ниҳоятан кумитаи тадорукот ниҳоятан ана ҳамин самараи машаққати 4 соатаи паҳлавонон натиҷа ба бор овард. Саидҷамол Алимардонов хилъати сафед дорад ва Мирзо Ҷамил ин паҳлавони ноҳияи Вахш бо хилъати кабуд. ҳарду ҳам нафари сазовор, ҳарду ҳам бо комёбиҳои беназири майдон дилҳои мухлисонро шод карданд. ва сардовари мусобиқот Абдусамад Шамсуллоев охирин сабқатро барои шоҳҷоиза мукофоти олӣ ҳакамӣ дорад. Азиз ҳоло як кӯшиш мекунад. Алимардонов боз ҳам аз боло дошт. хеле имконияти мусоид аст барои Алимардонов ки воқеан ҳам ин чеҳраи саршинос дар гӯштини дар гӯштини милли ҳунараш дурахшид. партофти Алимардонов ба тахтапушт ва Саидҷамол бибине бори дигар ки инро исбот кард ки нисбат ба азиз хеле ва хеле ҳунараш волову олист. ва дар ниҳоят ҳам ба ҷараёни сабқатҳои паҳлавонон ҳунарнамоӣ ва масъулияти Саидҷамол Алимардонов нуқта гузошт. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара албатта ин мукофот, ин шоҳҷоизаро ба Саидҷамол Алимардонов тақдим карданд ва пирӯзии ҳамаи варзишгаронро мо дар тантанаи иди бошукӯҳи гӯштини суннатии ноҳияи Данғара шоҳид будем ки воқеан ҳам як ҷолибу хотирмон буд. барои таваҷҷӯҳатон дӯстони азиз ташаккур. саломату сарфароз бошед. Hasad